میشه چای کبوت و سیاه و لیمونی با شمایان میرزه بیار چای را رزه چای را برای این دوستان بیار چای را رزه چای را برای صحنه را گرم سازه باشوی دل را نرم سازه در سالی رو سیاهی و هنرهای مردمی بیار چای را رز چای را برای دوستان بیار چای را رز چای را برای دوستان ما در خدمت شمایان سهولتی فخانه مایان از دل و جان گیره چای را نوش چای را در چای خانه ظریفان گیره چای را نوش چای را در چای خانه ظریفان در چای خانه ظریفان خوش آمدید بچه خوش آمدید چای چخیر چای خوش آمدید پیاله ها رو بیار آخی مردم به پیاله ماندن آخی هفته گذشته شکار برفته بودم شما ها همین کمانقوله که گرفتم خود عقبی انزاب رفتم ها همین پشت شهر به همین نگاه کردم ناخواستم یک مرغ دشتی باور کنید پرواز کنان آمد همین سمالیات کلام بود همین سمالیاتی با این کلام بود همین کمانقوله که راست کردم همین تیر انداختم همین راست رفته سینه اش بزن همین الوانج خورده آمده در همین بالای عقبه زد زمین شون ترمه ها دریا یک روز آب سیل زد کو انا همون لرزش انا همون مرغ بود جمع شدیم همه کسه 6 کسه کلاش رو برای تو شمشیر خطی گرفتیم همون زنهای 12 قشلاق پرش پوست کردن 68 کرپه 100 تا بالشه 45 تا کرپی کلان شد نه همین اواری آدم نمیبید همین کلاش 20 کلاشور باشد من مردم پرسیده یک هفته کلاشور بخوردن همین گوشتش 1 تن زیاد بود همین پوست کردن آش دادن همین وزارت فرهنگ به 165 تا دایره شده همین لینگی راستش بریدیم لینگی چپ داشت برداشتن نشد کران قطی برداشتیم همین بالای سیب دریا به همین پرتافتیم کوپروک شد من این ماشینا گذشت دادن همون کوپروک عبیدالله جان من شکار رفته بودم خاطرتان به حزمی یک ماه پیش از این همون گوشم باد گرفته بودم انا همون مرغی که شما زدید تو مرغی زدگی من مادری هوای میشم
همین من در لطیفه گویی اونقدر مهارت ندارم. نداره. من وقتی لطیفه میگویم بسیارا گمان میکنن که من دیتکتیو نقل کردم. لیکن کوشش میکنم. راستی گپ حاضر از حصار میومدم. خوش. ما اونجا هنرمندی مردمی داریم با نام کاملجان غنیوف. خوش. میشناسید همه. میشناسید؟ همین میرفتم که پیش راه اکای کاملجان از بین راه میرفتم. خوش. یک کارمندی بازرسی دولتی اتومبیل اون کس رو با همون چوب دستش من کردنی شدم. اکای کاملجان اول یک کمک در تحیر شدم گفتم من ماشین نکنم چی من کسای شما. نه همون به فکرم همون کارمندی بازرسی شوخیش آمدگی بود از این طرف گذاشت باز من کرد. اکای کاملجان عاقبت عصبانی شدن گفتن آی دادر من تو بچه ماشین چی من چیکار کنم؟ اکا میگه شما میدونید با ما سپاری شده است که همین کسی که سیاه رنگ شده است اونا رو من کنیم، یعنی که همین شیشه های سیاه رنگ باید که من کرده شوند. بعضا عقیده دارند که ژانر رپ با تاجیکستان از غرب آمده است. باور دارید؟ بله. نداشتیم ها؟ استاد عبیدالله کرامت. استاد عبیدالله کرامت. وجود داشت. بیاین ما برای شما اثبات میکنیم. شکر شکرچی آمده، ترنای قطار آمده، بلای حصار آمده، تو لیلکی قیر آواز. و تو در کلاسیکان ما این چیز هست، معمول است. دوش سرمست به گلگشت سهرگاه شده بودم که یک لارلوخ اروپایی لب شکر سیمبر طرفنگاره که خرامیدن و رفتا شکر خندان یو جهان سروی روان مورومیان پیسته دهان ابرو کمان سروی قدم هایی سازم اگر از راهی بنده نوازی کنی بس سر و چشمم قدر رنجل مایی که بود باعث خوشحالی و فرخوندگی عینی سرافرازی مخلصی درینی شما رو اختجال شیرین یو بالی مرغ کس کو هوایم ریپی همون مرغ که پوپی داری جوجه داری دوم سفیدی نول درازه که بابام از بازار قرطاق به 2 تنگ خریده بود. از این عبارت که در گذشته در حصار رپ میخوندن بله. یعنی از این برمیاد که اصلا رپ زاده رپ این در حصار است.
سلامت باشید بهترین ما هیچ زمانه هیچ دنیا همه هیچ سلامت باشید ای هیچ زی بحر هیچ بر ما تو مپیچ دانی که زی آدمی چی میماند و بس مهر است و محبت است و باقی همه هیچ آفرین 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 حارس پولادی چرا که اکثر وقت به شکار ماهیداری مردها میروند زنها برای چی نمیرفته باشند زنها میترسند که همون ماهیچه طلایی به دست اونا میافتد و زن به زن رشک میکند که خواهششون اجرا نمیشود. درست میدونید قصه همون ماهیچه طلایی عاقبتش چی شد استاد؟ مرحمت دشت رحیمی میگوید یک مردک ماهیگیری میروند در شستش ماهی طلایی میغلطد خوش بعد خواهش میکنه میگه ماهی طلایی ماهی جان برای من از این مرکزی شهر یک پنجخانگاه خوش و خواهش میکنم که یک زیباسنم یک زنه که 18 ساله دختر 18 ساله برای من تید خوش. این ماهی را میگه نه اکا جان ما ماهی طلایی نیست ما زرپروین شدیم دو نفر دیگر واهمه‌چی‌ها شکار میروند با یک تاش میگن ماهی گرفتم 10 نفر برداشتیم تو را دیگرش میگه تو چی من یک ماهی قبیدم دریا نیم شد کرامت جان اجازت است مرحمت استاد باید منم یک تا آمد خوش عیناً ماهی طلا به شست میافتد خوش مرد وقتی که اونو میدارد ماهی خوش میکند که مرا رها کن من سه خواهشی تو را حتما عملی میگردانم و وقتی که مرد خواهشش را ابراز میکند ماهی میگوید که فقط دانسته باش به خاطر آنکه من نیز از همان طایفه بانوان هستم هر چیزی که تو برای خودت میخواهی برای خانم تو 100 مرتبه میشود. بعد میگوید خیر مایلش برای من $1,000,000 یعنی که خانم وای صاحب $100,000,000 شد برای من دو خانه یعنی که برای زنش علاقه 100 برابر این کار عملی شد. بعد میگوید که همین یک سکته دلی نه چیزی که برای دلی من نکن شود. با شما یک معما خب دو عامل هست که هر روز انسان نابسته از خواهشش آن را اجرا میکنه. کدام عامل هست؟ کی میخواد جواب بده؟ همین سحر از جای خواب میخیزید خوش خوراک میخورید عبید میخورید خب. بیگه هم میخورید خب پگم با همین تکرار میشه خب هر روز هم که تکرار همین عاملی که شما گفتید خوش بیرون از خواهش من خب هر روز قریب که تکرار میشد گفتید نه هر روز قریب تکرار که. میشد یک شناس دارم یک دختر ها. قریب هر روز تکرار میکند همون تلفنی من با 5 سوم پرتاب بیرون از خواهش من است درست من یک چیز دیگه اضافه کنم دیگه یک چیز خوش دو چیز دیومش رو کسی دیگر این نو بس از خواهش ما من گمان دارم که لباس پوشیدن است خوش لباس پوشیدن سر میخیزی میخوای نمیخوای پوشیدن در خوش نه این بیرون از خواهش ما است همین چیز هر روز نزدیک می آید به ما اونه که ما نمیخواهیم برادر خوش همین سحر از خانه میبرایم طرف کار پسر کلمی دادا جان 1 سوم تید ای خدا بگه از درازا میدرایم دادا جان 1 سوم تید این تکرار ده این خواهش ما نکنیم سحر روز میشد با دل نخواهم از خواب میخیزم و لباس میپوشم به طرف کارخانه روان میشم دلم نمیخواهد به کار رفتن لیکن مجبورم هر سرم میخیلستم بله هر سر کارتون نیواز خب بیرون از خواهش های ما و آن چیزی که هر روز ما تکرار به تکرار میکنیم یکم این دیگه اجازتان صبر آقا
bayram روز عبارت bayram روز عبارت نصیب باشه ما شوهر شما چه گویم نمیدونم دا که یکم باره آدم میبینم در خانه عروس بیست و هفت داشتم یک کمی من خداوند شما رو داماد داد ده چی گناه کرده باشه نصیب ده شینه بخشیدم شینه بخشیدم شینه الگو خانه خالی هر دومان خالی هر دومان خالی به حاضر باشی بچه به حاضر باشی نمو به حاضر گفتم اکی یکم شب گذشته کی نمیدونی نه اکی به همین خاطر کمتر چخ باشه گفتم تشنه نمونه چویتون اومدم نه رحمت باشه تشویش کشیده دایی بچم نکشه رحمت با ارزوهم بچم رسوندم خدا خوشبخت شد رحمت باشه دو ستیل آب بود تا سحر میخوردیم خیلی نقشی شدی تو بچم کلی ندیه ایروش نور میبوره همین او میخوره که ای قرتکش میگذره میبینه وقتی کلی نخدی میخوب کرد خوش بچم خودی میدونی که مادرت بسیار گاو زده نه میدونم شما همین استولمونم تمام دا استوریا سر میشه نه بچه جان شما شینه اوچه شینه نه بچم همین میخوام که وقتی کمی میخوام که گاو زدن بچم گوشینه انا که بسیار کم که یا وقتای ما هم عروس بودیم که یا وقتای عروس بودیم می اومدیم وای میکردیم بسیار خیلی جوانی ما بخدش بود جوانی ما بخدش بود جنگش نکه بچم یکم شب دیلک شدیو شما با حضور وای کدن گیرین خیلی من برام کمتر دم میگیم بچم دم میگیره که توی کورا گذروندی دایی بچم نکشه ماله دم میگیری بچه جانو من رفتم مایلش خیلی بچه مادر به هواست که بچه‌ش توی کند دا توی کرد من توی کرد به حضر رنگی خانه خودمان شید که رنگی خانه خودمان من یاری تو دایی بچم نکشه بچم همون دولین سنجا که من ایتای دیرم بتهو انا من بگیرم و برم چو کدو چه دولین تون بلند شید چو بچم همون وقتی اوکی دولین بلند میشم اوتاد که میبود با بشینیم بچم بشینیم با سر شید کوچ همون اوتاد که میبود دولینیوم تبلند نمیشید خوز همین اوتاد که نیسته خوریجه دای روسیه دای انا مگرم همون دولین سنجا که هر شب مونمو فس دولینیوم که من خودم بسنجم برای همون دولین من سنجم نمیشم دولین سنجا که بتیم من برم بچم دولین سنجا خونی درنگی دای اوچه خونی درنگی دای مخیرم که همینگه دای نه جدا که دولین سنجا به حضور گاو زدن مالش اوچه جان میشت کن نمیکنیم مالش خوب مال اوچه جان مالش اوچه مادری من دا موناندا برای اوای ما که خونی ما که دیگه ایش کنه ما توقع من یاری تویم نمی شوم یاری کسی میدونی چی یک موسیقی مونم یک رقص کنم برای که دلو زنده شود دا دلو زنده شود میخوام که یک رقص کنم و بعد شما میخنده خیال میکنم که سیاهی لغت کرد عروسی خوشو اونچه سر بابا و گل و بوستانی تو گل با دامان تو یک قلم چون پر داشت چراغان تو گل با دامان تو اونچه سر بابا و گل و بوستانی تو گل با دامان تو یک قلم چون پر داشت چراغان تو گل با دامان تو انا موسیقی من داد فرای بچم انا موسیقی هم قشید میکم اینترنت نمیوم اینا فیسبوکش مون نه وای برش مون نه واتساپش مون نه وای به همه شک گفتم نیافتم همین یک
غناوی خوام بوده ثابت کی هک موسیقی را فهمیدم گفتم های موسیقی هر چی باشه هر چیزی تا گیتار نکنه نه خو موسیقی آچه در ساعت یکی شب ده نه و که ما هم موسیقی در گفتیم رقصیم نه نغز حاضی من موسیقی را شما در روی میکنم آچه خیلی ساعت یک ده من ایودم برم خیلی شما دم بگیری من ایودی سویتیم روم ده شما دم بگیری خیلی من به گاوزن بسیار نغز نمیبینی تو میدونی من گاوزن نغز شما دم تو نه به حضور گیرتن گیریم چک گپتون تمام نشده مایلش خب نه که دیسک سهری میگیریم بچه دیسک سهر کتی ها سهر باشم بره همون بایر اچی بیار اچکی من بیار چشمم ندی سازم هم پمچکو میگاتم اچکی ها تو نگفتی؟ مایلش اچکی من بیار ایتا با همون اخید نروی بود بچه یکا و یگون هم اخشون احتیاط کرد بود در پشت یگون خوره سوزانه که نخلا سهری ها بر وقتی که یکشتو من که من اجود پریده میخیزید بای خیلی یگون خیلی باید نباشه بسیار هم کلن ما تعریف دارم میگم که طبیعتاً چهره خدا دارد بسیار هم وی خدم خشش کرگیم به حضر بچم ما میره خدم خش کردم به حضر بچم به حضر باید کردن چای دارم یا چای تم بیارم نه هست چای هست او هست همه چی هست به حضر باشی همه چی هست مالش آچه خب ای آچه ما شناخته یا؟ مادری من میدونه چی؟ من یاری تویم نمیشوم یاری کسی با خدا نه من یاری تویم نمیشوم یاری کسی در دام تویم نمیشوم روم با کسی یکم برای خما همین شیر خودم خوندم من یاری تویم نمیشوم یاری کسی ای بچه نه او میبری همه را سوز بخونی او یک شیر یک ویرگل داشت یک علامت سکته داشت یک علامت سوال داشت او ای نیسته او بچه مطرح خوندم از ذوق کشیدم مهنت کشیدم که این نفسید کلان دا بخون نخور آدم در نزد زن شیر بخونه من یاری تویم نمیشم همه را تغری بخونه که حالی او تاکد نیبود و وقتی شیر میخون زنکوی همسر همه گیری خونه جمع میشید همین بچه هم طرف داره که باید نکنیم یک رخته نشونده که جبی بچه در گوشت بود بک منم از بود نکه عصبی نکنیم یکی بخون که دختر همین یکم شوی عاشق چی بچه دل ببنده بچه همین با دایی بچه منو بکشه یکی بچه کرکات دیدن گیره کرکات ما میشد نمینه مایل اوچه جون مایل بچه مایل اوچه مایلش اوچه ای اوچی ما بودو من یاری تویم نمیشوم یاری کسی در دامی تویم نمیشوم روم با کسی من یاری تویم آخوش نمیدون چی بود مویدم من یاری تویم نمیشوم یاری کسی در دامی تویم نمیشوم روم با کسی شینه تمام از روز اول من شوهر شما خزه کجا میخواد شینه من شما رو بخشیدم گفتم خانه در همه چی شما رو بخشیدم شینه به حضر تمام دیگه ما از همین روز عبارت شهو عروسی نکاهی تمام واه باشه سهر شد ای بچه می ای بومبا شد خیزه نه که جوگاکا تو رنجام کنین خیزه بچه خیزه بومبا چیده بسیار هم که حولیکا را خوش رو او شکیده برنوی هم ویره فورتا پونتر بین که همسوی بو نبینن تا خوش رو کره خونه گید اطرافا بچم بگذار پاپکتا بگی کور برا بچم ما کور برا ما اوچه کور برا بچم کور برا کی ولی بو کور بیسورای کور برتا این بو ای کور پیش نکنن مالش خوش بچم خوش امای مال حولیکا را خوش رو برو کلن جان بچه جان بو ها بو پگا بگه موندگی گبو میگون تا بازار بروم خرید کنم روغن و گوشت من تو نپزی زنگ اگر میخوری موشت شوربا شلقی با کدوی و به مکران پختکی میداد بیبیم با بیم کشت دختره چکه و آب آوردیه ما گوشنی جیگر تو شکر آوردیه
سرگرده دکش گیردی سرگرده دکش سرگرده دکش گیردی سرگرده دکش قطی یک تنه 10 تا پیسر گرده دکش قطی یک تنه 10 تا پیسر گرده دکش او چشمه گیه دختری خوردی نغزه او چشمه گیه دختری خوردی نغزه پیره گرده دگر زمین و زمان میلرزه قد گرده دکش گیردی قد گرده دکش قد گرده دکش قد به قد گرده دکش از تازه گلی سری سبد گرده دکش از تازه گلی سری سبد گرده دکش رحمت کلا آفرین رحمت چخیل استاد ایهودش برام آدم بله سلام یک قرصک بزنیم زنده باشید آوازم خسته شده خمارم کنده شده تو میگم دل بر جان دلم شکسته شده نگی نیار نگی نیار انگشترینم نگی ندار انگشترینم یار نگی نیار نگی نیار انگشترینم نگی ندار انگشترینم یار سلامت باشید سلامت باشید گوشتکش بسیار باشد آشین جزدار باشد واه عجب مزدار باشد آشین جزدار باشد واه عجب مزدار باشد چای کبود نوش جانه دردکی سرم میمانم چای کبود نوش جانه دردکی سرم میمانم اینجا بردار باشم آشین نخدار باشم اینجا بردار باشد آشین نخدار باشم بالای پلاتوره یک مشت کنار باشد بالای پلاتوره یک مشت کنار باشد چای قطار باشه بدی و شیرفنی زیر چای قطار باشه برای راحتی جان نوای دوتار باشه برای راحتی جان نوای دوتار باشه دیداری دوست غنیمت چای کبود بهانه دیداری دوست غنیمت چای کبود بهانه یه بیاره بین شدانه چای خانه میگوید کنه چای انا چای چرا اینقدر میخندی؟ من
نپرس تو چرا کرامت جان اینقدر میخندی؟ کن اینجا بیا من نمیفهمم کرامت جان بیا باز کنک کنه اکای کرامت اکن شد آخر شد این در این چای پاشا دیده از تو باشه میخندی هیچ کم نه این پاشا اونقدر بسیار هم نمینوشد خب در گذشته مقوله بود که یک مویز رو 40 قلندر خورده است. خب لیکن همین در عصر 21 خصوصا در زمان ما تغییر افته است. همین تغییرش در چی باشد؟ حاضر قلندرها مایزخور شدگی نده کن. گوشت به گذشتگی. پیش بود یک مویز 40 قلندر میخورد، لیکن حاضر من حاضر در زمان حاضره مردم جمع کردن میدوند، تقسیم کردن نه. سلام دوستان عزیز، غم را نبینید هرگیز. امروز که روزی خنده، با شما اینجاست بنده. از کوچه های دوشنبه روز گذر میکردم، لباس های کشاو را از دور نظر میکردم. یک دوستم از امریکا با من گفتا ای اکو 10 سال شد میرم کم نشدن جوگی ها. دختری ماشین داره، سیم کارت ای پل داره، یا تلفن آیفون کی به ما نصیب کنه. سلامت باشید. مکای عبیدالله شما خبر دارید که همون دوستتون هفته گذشته شنوندن؟ چی بشینوندم ویا؟ تویش من گذراندم که ویا؟ همون دیرکتری بازا. من تویش گذراندم آخه. اما آدم شنوندن. چی برای چی شنوندن؟ برای پاره دادنش. چی خیلی برای پاره دادنش؟ من دیروز دیدم در دهانی در چایخانه بود. باز برآمد. چی خیلی برآمد؟ باز پاره داده برآمد. بی‌تمیزی های آدم از سخن پیدا شود، پیسته به مغز اگر لب وا کند رسوا شود. درست، این در گذشته بود. و روز یک تغییر یافت. تغییر یافت. جیب را هم قدر و قیمت از پولش پیدا شود، کیسه بی پول اگر لب وا کند رسوا شود. همه راست گپ. وقتهای آخر قریب که همه شعرها تغییر یافته ایستادن. تغییر یافته ایستادن. من مثلا پیشتر میگفتن که شد منور از کدام دوستان کاشانم، خانه فانوس است و مهمان شمع و من پروانم. حالا تغییر یافته است. این چی خیر؟ شد منور از کدام دوستان کاشانم، خانه بینان است و جیبم خالی من دیوانم. صبوری باشد یا طاقتی دوستی و دوری باشد،